تقریبا هممون تو زندگی افرادی رو دیدیم که دائما در حال آموزش دیدن هستن و شب و روز نمیشناسن. شاید حتی خودمون یکی از این افراد باشیم. اما اگه توجه کنید حدود 90% این افراد هیچ نتیجه و پیشرفتی نمیبینن و در آخر هم معمولا ناامید میشن. خود منم مدت‌ها پیش این مشکل رو داشتم و تو این ویدیو هم دلیلش رو بهتون میگم و هم یه راهکار بهتون میدم که از شر این مشکل رها بشین. این که آموزش میبینید اما به نتایج محدودی میرسین یا اصلاً به هیچ نتیجه ای نمیرسین میتونه دلایل خیلی زیادی داشته باشه. اما معمولاً 3 دلیل وجود داره که ریشه تمام مشکلات ما هستن. دلیل اول، توهم پیشرفت یا دوپامین جعلی. وقتی آموزش میبینیم و اطلاعات جدیدی رو کسب میکنیم، یه دوپامین جعلی و یه حس مصنوعی توی ناخودآگاه ما ایجاد میشه که بهمون حس پیشرفت میده. این حس پیشرفت رفته رفته ما رو معتاد به آموزش دیدن میکنه، طوری که فکر میکنیم هرچی بیشتر آموزش ببینیم بیشتر داریم پیشرفت میکنیم و در نتیجه اینقدر این کار رو انجام میدیم که دچار نشخوار ذهنی و شلوغی فکری میشیم که هم تمرکز ما رو ازمون میگیره و هم خلاقیتمون رو نابود میکنه. اما مشکل ما به اینجا ختم نمیشه و وارد مرحله بعدی مشکلاتمون میشیم و اون مرحله چیه؟ دلیل دوم، وارد شدن حجم زیادی از اطلاعات به ذهن. بعد از آموزش دیدن‌های پی در پی، حجم اطلاعاتی که به ذهنمون وارد میشه خیلی زیاد میشن و وقتی وقت عمل کردن به آموزش‌ها میرسه، ما میمونیم با آموزش‌های انباشته شده تو ذهنمون که حالا نمیدونیم باید به کدوم عمل کنیم و البته در اکثر مواقع 90% این آموزش‌ها رو فراموش میکنیم و در آخر میبینیم که فقط وقتمون رو تلف کردیم. آموزش دیدن زیاد و پی در پی قدرت عمل کردن به آموزشی که میبینید رو ازتون میگیره. این یعنی باید دوباره برگردید به سمت آموزش دیدن، چون حس میکنید هنوز آماده نیستیم و دانش کافی برای شروع کارتون یا رسیدن به مرحله عمل کردن و تجربه کردن رو ندارید. خیلی از افراد همینجا مشکلشون رو متوجه میشن و میرن و میگردن دنبال آموزشی که هم کاربردی باشه و هم کافی باشه و دیگه نیاز نباشه که بخوان غیر از اون سراغ آموزش دیگه‌ای برن که کارشون هم کاملا درسته. اما همینجا با یه چالش جدید روبرو میشن و اون چالش مواجه شدن با محتوای زرد و به ظاهر تأثیرگذاره. دلیل سوم، محتوای به ظاهر تأثیرگذار یا زرد. بعد از ورود اینترنت به زندگی مردم، دسترسی به اطلاعات و انواع محتوا خیلی راحت شد، به طوری که هر کس تو هر ساعت از شبانه روز میتونست راجع به هر موضوعی که بخواد تحقیق کنه و اطلاعات کسب کنه. و امروز این قابلیت با وجود هوش مصنوعی به جایی رسیده که تقریباً هر اطلاعاتی راجع به هر موضوعی رو میشه به دست آورد و این خیلی هم خوبه. اما نکته منفی این داستان اینه که همونطور که هر کس میتونه راجع به هر موضوعی که میخواد اطلاعات به دست بیاره، هر کسی هم میتونه راجع به هر موضوعی که بخواد اطلاعات منتشر کنه. ما تو محتوای فارسی اطلاعات مفید و مؤثر از افراد معتبر زیاد داریم، اما حدود 80% اطلاعات و محتوایی که از افراد مختلف منتشر میشه زرد و عملاً غیر کاربردی هستن. این افراد با هر روشی سعی میکنن نشون بدن که میتونن تو زندگی من و شما تأثیر بذارن. به هیچ وجه نمیگم که همشون اینجورین، اما تعدادشون خیلی زیاده. دریافت اطلاعات از این افراد و حساب کردن روی آموزش هاشون چیزی جز ناامیدی و سردرگمی برای ما نداره و این کاملا طبیعیه، چون روی آموزشی حساب کردیم که فقط به ظاهر کاربردیه اما در حقیقت فقط یه محتوای توخالی و پوچه. مواردی که تا الان بهتون توضیح دادم مشکلاتی بود که خودم مدت‌ها باهاشون دست و پنجه نرم کردم، اما بالاخره قلق کار دستم اومد. در ادامه کاری که خودم انجام میدم که با این مشکلات روبرو نشم رو تو چند مرحله بهتون توضیح میدم. مرحله اول، قبل از هر چیزی شرایطم رو بسته به اون موضوعی که میخوام راجبش آموزش ببینم بدون ذره‌ای کمالگرایی میسنجم. منظورم از سنجیدن شرایط اینه که بررسی میکنم ببینم زمانم، روحیاتم و شرایط کلیم در حدی هستن که بخوام توی مبحث مورد نظرم فعالیت کنم یا نه. این خوبه،
اما کافی نیست. مرحله دوم، امروز دیگه هممون میدونیم که بیشتر محتواهای زرد فارسی توی اینستاگرام هستن، چون افرادی که توی اینستاگرام هستن تعدادشون بیشتر نسبت به پلتفرم‌های دیگه. پس اگه قرار کسی رو توی اینستاگرام برای آموزش دیدن انتخاب کنید، باید حواستون رو بیشتر جمع کنید. کاری که خودم انجام میدم اینه که یه مدت فرد مورد نظرم رو تحت بررسی قرار میدم و بدون تعصب به اینکه این آدم خوبه یا نه، زوم میکنم روی اطلاعاتی که داره منتشر میکنه و همینطور چک میکنم که ببینم آیا افرادی هم هستن که از این آموزش ها نتیجه‌ای گرفته باشن یا خیر. حتی پیش اومده خودم شخصا به دایرکت این افراد رفتم و ازشون پرسیدم که آیا اون آموزش براشون نتیجه‌ای هم داشته یا نه. به این مورد حواستون باشه که شما باید بتونین به حداقل چند نفر از کسایی که از فرد مورد نظرتون آموزش دیدن و نتیجه گرفتن دسترسی داشته باشین و بشه اونا رو یه جا پیدا کرد. اگه افرادی که نتیجه گرفتن اصلا مشخص نیست کی هستن یا نتونین پیداشون کنین، باید به فرد آموزش دهنده شک کنین. مرحله سوم، بعد از تهیه آموزش یه برنامه طراحی میکنم و یه تایم مشخص میکنم که تو اون تایم اون آموزش رو تموم کنم و بعد از اون کاری که باید رو انجام بدم. مهم نیست که تمام چیزایی که آموزش دیدم رو بتونم پیاده سازی کنم یا نه، مهم اینه که تجربه کسب کنم. یه جمله معروف هست که میگه شما با دیدن 100 ساعت ویدیوی آموزش شنا نمیتونین یه شناگر ماهر بشین، بلکه باید به درون آب بپرید. بعد از کسب کردن مقداری تجربه، حین انجام دادن کارم دوباره میرم و آموزش ها رو مرور میکنم و سعی میکنم ذره ذره تغییر ایجاد کنم و صبر داشته باشم. صبر و استمرار تو این مسیر یکی از مهمترین ارکانه. این ویدیو اول منه و هدفم از ساخت این چنل اینه که محتوایی ارائه بدم که تمام چیزی باشه که نیاز دارید. محتوایی که تاثیرگذار و کاربردی باشه و بیشتر از این که فقط یه آموزش باشه بهتون تجربه انتقال بده. اینو بدونین که لایک و کامنتاتون یه دنیا واسه من ارزش داره و بهم انرژی میده. ممنونم که تا اینجا با هم همراه بودین.